بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، موضوع امروزی ما فضائل شهر محرم، یعنی فضیلت و برتری های ماه محرم. در اصل این خطبه شیخ صالح الفوزان است، حفظه الله تعالی، خطبه جمعه 27/12 ماه 1434 هجری شیخ خطبه کرده است. در این خطبه شیخ می فرماید که الخطبه الاولی، یعنی در قسم یکم این خطبه: الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوب الیه. تمام مدح و ستایش مخصوص و لایق الله است. نحمده، ما او را ستایش میکنیم، و نستعینه، و از او مدد میجوییم، و نستغفره، و از او مغفرت میجوییم، مغفرت میطلبیم، و نتوب الیه، و به او توبه میکنیم. و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و شهادت میدهیم که جز الله یگان معبود بر حق نیست. وحده لا شریک له، تنهاست، یگان شریک ندارد. و نشهد ان محمدا عبده و رسوله، و شهادت میدهیم که محمد بنده و فرستاده اوست. صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما کثیرا. الله درود و سلامی بر زیاد بفرستد بر او و بر خاندان و بر صحابگانش. اما بعد، ایها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة. ای مردم، از الله تعالی تقوا بکنید و بنابر نعمتهای ظاهری و باطنیش او را شکر و سپاسگزاری کنید. فما زال يوالي عليكم مواسم الخير الفضل، ما انتهت أشهر الحج إلا وعقبها شهر الله المحرم. یعنی با شما همیشه پی هم می آید موسم و وقتهای خیر و وقتهای بزرگ، یعنی از شما موسم خیر کنده نمی شود. یکی می آید و تمام شده، پس از او با دیگر موسم خیر می آید تا شما از این موسم بهره بر شوید. منتهت اشهر الحج، حالا ماهای حج تمام نشده، پس از آنها ماه محرم الله می آید. و هذا الشهر خصه الله بخصائص، این ماه را الله سبحانه و تعالی با خصوصیت های، با یعنی برتری های از دیگر ماه ها خاص قرار داده است. اولا انه من الاشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال. اولا ماه محرم یکی از ماه‌های حرم است، یکی از ماه‌های حرم می باشد که در این ماه‌ها جنگیدن را الله سبحانه و تعالی حرام قرار داده است، طوری که در سوره توبه در آیه 36 او تعالی مرحمت کرده فرموده است: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. البته عدد ماها در پیشگاه الله عبارت از 12 ماه است در کتاب الله. آن روزی که الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین را آفرید، منها 4 حرم، از جمله این 12 ماه 4 ماه هست که این ماه ها را ماهای یعنی که حرام اعتبار داده می شود. طوری که گفتیم در این ماه ها جنگیدن را الله سبحانه و تعالی حرام قرار داده است. و هذه 4 هي ذو القعدة و ذو الحجة و شهر محرم و الرابع شهر رجب. و این 4 ماه کدام ها می باشند؟ ذو القعده می توانیم ذو القعده هم گفتن، و ذو الحجه یا که ذو الحجه و ماه محرم، و 4 باشد ماه رجب است. حرم الله القتال فيها من أجل تأمين الحجاج والمعتمرين في سفرهم للحج والعمرة. الله سبحانه و تعالی در این ماه جنگیدن را حرام قرار داده است. به خاطر چی؟ به خاطر ایمن قرار دادن حاجیان و عمره کنندگان در سفر حجشان یا که در سفر عمره اشان. فلما جاء الإسلام ولله الحمد انتشر الأمن واندحر الكفار. وقتی که اسلام آمد شکر الله امن پهن شد و کافرها مغلوب گردیدند. وقام الجهاد في سبيل الله عز وجل في كل وقت مهما أمكن ذلك. و در راه الله عز و جل جهاد قائم شد، برقرار شد هر وقتی که یعنی که امکانیت و توانایی بر جهاد یعنی که شود. یعنی کدام وقتی که امکانیت با تمام شرط و شروطش جهاد آماده که شد، همان جهاد را کرده می شد. إن هذا الشهر له فضائل. البته این ماه به خود برتری و یعنی که فضیلت های دارد. در این مورد قال صلی الله علیه و علی آله و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین می‌فرماید: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. یعنی بهترین و بزرگترین روزه بعد روزه ماه رمضان این ماه محرم الله است. فیستحب الاکثار فیه من الصیام. بنابراین در این ماه هرچی بسیار روزه گرفتن مستحب است، خوب است، برتری دارد. و هو ایضا من الاشهر الحرم. و طوری که در بالا ذکر شد این ماه یعنی ماه محرم یکی از ماه‌های که حرم است. و هو الشهر الذي اختاره الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ليكون أول السنة الهجرية. این ماه است که این را در زمان عمر رضی الله عنه صحابگان گرامی اختیار کردند تا اولی سال هجری شود گفته. یعنی صحابه ها ماه محرم را اولی سال هجری قرار دادند در زمان عمر رضی الله عنه. فهو شهر له فضائل. شیخ حفظه الله تعالی تکرار میکند که این ماه به خود فضیلت و برتری های دارد. و من اعظم فضائله ان فیه یوم عاشوراء.
و از همه بزرگترین فضائل و برتری های این ماه از آن عبارت است که در این ماه روزی است که وی را روز عاشورا نامیده می شود که اخبر فیه النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم. در مورد روز عاشورا پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم خبر کرده است که ان صیامه یکفر السنة الماضیه، یعنی روزی این روز، یعنی در این روز روزه گرفتن کفارتی یک سالی گذشته از گناهان می باشد. وقد صامه موسى عليه السلام شكرا لله لما أغرق الله فرعون وقومه فصامه شكرا لله عز وجل. این ماه را یا که بگیم این روز را موسی علیه السلام یعنی به خاطر شکر و سپاسگزاری الله روزه گرفت هنگامی که الله تعالی فرعون را با قومش غرق گردانید. فصامه شکرا لله عز وجل. موسی علیه السلام این روز را یعنی روز عاشورا را به خاطر شکر و سپاسگزاری الله حق سبحانه و تعالی روزه گرفت. و صامه اليهود من بعده، و یهودی ها بعد از موسی علیه السلام چه این روز را روزه گرفتند. فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومونه. و هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم وارد مدینه شد، به مدینه آمد همچون هجرت کننده، دید که یهود یعنی یهودی ها این روز را روزه می دارند. فقال، بس فرمود، ما هذا الصوم الذي تصومونه، این روزه ای که شما می دارید چه روزه است؟ قالوا، ایشان در جواب گفتند، انه یوم اعز الله فیه موسی و قومه، این روز است که الله سبحانه و تعالی در این روز موسی را با همراهی قومش عزیز و نیرومند گردانید. و اذل الله فیه فرعون و قومه، و در این روز الله سبحانه و تعالی فرعون را با قومش خوار و ذلیل و مغلوب گردانید. وقد صامه موسی علیه السلام فنحن نصومه، بس این روز را موسی علیه السلام یعنی روز عاشورا را موسی علیه السلام روزه داشت، ما نیز این روز را روزه می داریم. گفتند در جواب یهودی ها. فقال صلی الله علیه و علی آله و سلم، بس پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود، نحن احق بموسی منکم او اولی بموسی منکم، یعنی ما از شما را دیده با موسی حق برتر هستیم. یا که در دیگر روایت یعنی از شما را دیده ما با موسی نزدیکتر هستیم. به اون معنا که یعنی شما انسان‌هایی نیستید که تمامی گفته های موسی را چه به جامعه آوردگی کسب باشد یا که حق او را رعایت میکردگی کسب باشد. اگرچه حق و حقوق موسی را رعایت میکردنی باشد هم این اندک است. ما باشیم از شما را دیده به موسی نزدیکتر هستیم. فصامه صلی الله علیه و علی آله و سلم و امر بصیامه، بس پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم این روز را روزه داشت و امر به روزه گرفتن این روز یعنی که به روزه گرفتن این روز امر فرمود. فصار صیامه مؤکد سنتا مؤکده، بس روزه گرفتن این روز سنتی مؤکده شد. میفرماید شیخ صالح ابن عبدالله بن فوزان. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد منا أن نخالف اليهود فأمر بصوم يوم قبله،
ولی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ما خواست که ما باید یعنی مخالف از یهود کنیم، یعنی موافق و مانند یهود نباشیم. فامر، بس امر فرمود که در برابر روز عاشورا روزه گرفتن یک روز قبل از این روز روزه گرفته شود. و هو اليوم التاسع، این روزی نهم است. و فی روایت او صوم یوم بعده، یا که یک روز دیگر بعد از این روز روزه گرفتن. ولكن صيام يوم التاسع اوکد، ولی روزه گرفتنی نهم روز این با تأکید تر است. فيصام هذا اليوم اقتداء بأنبياء الله بموسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيامه. بس روزه گرفتنی یعنی بس این روزه گرفته می شود همچون اقتدا به پیغمبران الله، به موسی علیه السلام و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روزه گرفتنش. و هو یوم اعز الله فیه المسلمین علی ید موسی علیه السلام. بس این روزی است که در این روز الله سبحانه و تعالی مسلمانان را غالب گردانید به دست موسی علیه السلام. فهو نصر للمسلمین الى ان تقوم الساعه. بس این نصرت و پیروزی است به فایده مسلمانان تا قیامت قائم شدن. و نعمت من الله عز وجل یشکر علیها، و این یک نعمت است از جانب الله عز وجل که بنابر این نعمت باید که الله را شکر و سپاسگزاری کرده شود. و ذلك بالصیام، و این به کدام طریق می شود؟ به طریق روزه گرفتن. فصیامه سنت نبویه مؤکده. بس این روز را روزه گرفتن سنتی پیغمبری و تأکید است. فیصومه المسلم اليوم التاسع و یصوم اليوم العاشر. بس مسلمان روز نهم و روز دهم این ماه را که روزه می گیرد. الذي هو یوم عاشوراء، که روز دهم این روز عاشوراء است. و مضت هذه السنة في هذه الأمة والحمد لله. فيتأكد صيامه طلبا للأجر والثواب وشكرا لله عز وجل. بس این سال در این امت شکر الله گذشت، شکر الله. فیتأکد صیامه، بس روزه این روز را گرفتن تأکید می باشد به خاطر درخواست اجر و ثواب از الله سبحانه و تعالی و به خاطر الله عز و جل را شکر و سپاسگزاری کردن. فسنة الانبیاء و اتباعهم انهم یشکرون الله علی الانتصارات. بس سنت پیغمبران و پیروان ایشان از این عبارت است که باید ویها الله را بنابر این نصرت ها، بنابر این یعنی که نیرومندی ها، الله را شکر و سپاسگزاری باید بکنند. و ذلك بالطاعت و الصیام و ذکر الله عز و جل و شکره. این به طریق چی می شود؟ یعنی شکر و سپاسگزاری الله بنابر این یعنی که نیرومندی به طاعت می شود و به روزه گرفتن و به ذکر الله عز و جل و به شکر و سپاسگزاری کردن الله می شود. ولا يحدثون في هذه الانتصارات بدعا و منکرات. مسلمانان در این غلبه ها یگان بدعت های را ایجاد نمی کنند و یگان کارهای ناجویه و منکرها را. فإن هذا من سنة الجاهلیه، وگرنه ایجاد کردنی یعنی هر بدعت و هر منکرات در هنگامی از جانب الله عطا بخشیدنی این غلبه ها را
این غلبه ها ایجاد کردن چی می شود؟ خسترانه یگان تشکیلی کردن، یگان مراسم گذرانیدن، این از سنتی جاهلیت می باشد. چقدر که بارک الله فیکم در 9 می و دیگر از چیزهایی که از کافرها دیده می شود. والاحتفالات انما يحدثون فيها الشكر لله عز وجل والصيام. خب و همچنین یعنی که دیگر یعنی که تشکیلی ها و مراسم ها انما يحدثون فيها باید که در این نصرت ها باید که شکر و سپاسگزاری الله عز و جل را ایجاد بکنند و صیام و روزه گرفتن را. فاحیاء السنة امر مطلوب من الامه، یعنی سنت را احیا کردن، زنده کردن، برقرار کردن، برپا کردن، این امری است که از امت طلبیده می شود، پرسیده می شود. فی صومه اجر عظیم، در روزه گرفتن این روز اجری بزرگ است. یکفر السنة الماضیه، برای گناهان یک ساله گذشته کفارت می شود. بعداً شیخ می فرماید حفظه الله تعالی فلا ينبغي للمسلم ان يفرط فيه، یکی ان يفرط فيه، نباید که مسلمان در این روز افراط یا که تفرید کند. یعنی افراط و تفرید به اون معنا که از حد زیاد گذاری کند یا که از حد کم کند. اما من يتخذ يوم عاشوراء يوم حزن ويوم بكاء وعويل ونياح كما تفعله الشيعة قبحهم الله حزن على مقتل الحسين رضي الله عنه، فإنه قتل في هذا اليوم في يوم عاشوراء في اليوم 10 من شهر محرم. بس این روز را یعنی روز عاشورا را روزی غم گرفتن و روزی گریه و ناله قرار دادن، یعنی چیزی که شیعه ها میکنن الله سبحانه و تعالی ایشان را به قباحت ها رساند، به خاطر غم خوردن و کشته شدن حسین رضی الله عنه که حسین را در این روز یعنی در روز عاشورا به قتل رسانیده شد در روز 10 از ماه محرم. ولكن المصيبة لا تقابل بالنياحة والمعاصي والمنكرات، ولی در مقابل این مصیبت نباید که گریه و داد و فیغان کرده شود یا که یگون کارهای ناجویی و معصیت ها را انجام داده شود. چخیلی که در باره شیخ ذکر میکند این کارها صادر میشوند از شیعه ها الرافضی ها. وإنما تقابل بالطاعة والصبر والاحتساب، برعکس مصیبت را مقابل گرفته می شود به طاعت و به صبر کردن و به امید ثواب کردن. مقتل الحسین رضی الله عنه لا شک انه مصیبه، کشته شدن حسین رضی الله عنه در مصیبت بودنش یگان شک و شبهه نیست. ولكن الله امرنا عند حدوث المصائب ان نصبر و نحتسب، ولی الله سبحانه و تعالی ما را امر فرموده است که در هنگام روی دادن مصیبت ها ما باید که صبر و سپاسگزاری کنیم و امیدی ثواب کنیم از الله سبحانه و تعالی بنابر این مصیبت. بعداً شیخ می فرماید والمسنون في هذا اليوم هو سنة الانبیاء علیهم الصلاة والسلام. در این روز سنت از آن عبارت است که یعنی سنت در این روز از چی عبارت می باشد؟ در این روز سنتی پیغمبران علیه الصلاة والسلام می باشد، این انجام دادن سنتی پیغمبران در این روز چی کار کردن؟ انه یصام ولا یحدث فیه ای عمل آخر، باید که در این روز روزه گرفته شود، در این روز یگان عمل دیگری را ایجاد و انجام داده نشود. و كذلك على العکس،
من جهال المسلمين ومن جهال أهل السنة من يعتبر هذا اليوم يوم فرح. و همچنین برعکس، یعنی از جمله مسلمانان جاهل ها و از جاهلان اهل سنت نیز این روز را روزی شاد و خرم فرح اعتبار می‌دهند. و بعضهم يسميه العيد عيد العمر يقولون وهو ليس عيدا إنما هو يوم نصر وشكر لله عز وجل ويوسعون على أولادهم ويعطونهم الهدايا. خب و بعضی بایها و بعضی بایها این رو یعنی که عید می نامند، این روز عاشورا را عیدی عمر میگویند که این و هو لیس عیدا، و حالا که این عید نیست، انما هو یوم نصر، این روزی غلبه است و روزی شکر و سپاسگزاری الله عز و جل است. بس چیکار میکنن بعضی انسانهای جاهل؟ چیکار میکنن؟ یعنی دستگشاده میکنن به فرزندان خود، مثلا به ایشان هدیه های بر زیادی میبخشند، یتقابلون الهدایا بین یکدیگر فیما بینهم، بین یکدیگر داد و گرفتی هدیه ها میکنن. هذه بدعه و امر محدث ولا يجوز، این کاری بدعت است، کاری نوآوری است که جایز نیست. و هذا يكون مقابلا لفعل الشیعه، این به مقابل فعل رفتار شیعه ها می باشد. الشیعه یحزنون و هؤلاء یفرحون، شیعه ها چیکار میکنن؟ در این روز غمگین میشوند و اینها باشند، این جاهل ها شاد و خرسندی میکنن به طریق بدعت. فهمیدین؟ بارک الله فیکم. یعنی یک قسم از حد گذری میکنن، یک قسم دیگر چی از حدش کم رفتاری میکنن. ایفرحون بمقتل الحسین رضی الله عنه، مگر ایشان به کشته شدن حسین رضی الله عنه فرحمندی میکنن، شادی و خرسندی میکنن. یعنی يحملهم بغض الشيعة على أن يفرحوا بمقتل الحسين رضي الله عنه. بس مگر ایشان اکنون یعنی يحملهم و اینها را یعنی این کار وادار میکند بدبینی شیعه ها را به سبب فرحمند شدن اینها با کشته شدن حسین رضی الله عنه. نه، هذا لا يجوز، این جایز نیست. یعنی بعضی انسان ها ما بر قصد یهود به دیگه تعبیر بگیم و مقابل یهود در این روز خرسندی میکنیم، گفته هرچی یعنی که یهود گفتمان نه شیعه. نه، بعضی انسان ها چیکار میکنن؟ به مقابل شیعه ها یعنی که که شیعه ها غضبناک شوند، گفته در این روز خرسندی میکنیم، گفتنشان این کار جایز نیست. فالواجب على المسلمين اتباع السنة و ترک البدعة، هذا هو المطلوب. یعنی با مسلمانان واجب آن است که پیروی از سنت بکنن و ترک بدعت بکنن، این است مطلوب. والبدعة لا تقابل بما هو شر منها ببدع اخرى، یعنی در مقابل بدعت کاری را انجام دادن نمی شود که وای کار با چی باشد؟ نه دیگر بدعت باشد. یعنی مادامی که شیعه ها بدعت میکرده باشند، نباید که شما اهل سنت در مقابل اونها با دیگر بدعتی را ایجاد بکنید. انما تقابل بترکها و احیاء السنه، یعنی بدعت را مقابلیت نشان داده می شود به ترک بدعت و به احیا کردن و به زنده کردن سنت. بارک الله فیکم. وفق الله الجميع لما يحبه و یرضاه. الله به همه توفیق بخشد، کمک رساند نسبت آن چیزی که خودش دوست می دارد و می پسندد. اقول قولی هذا، من این سخن را می گویم و استغفر الله لی و لکم و لجمیع المسلمین من کل ذنب، و از الله مغفرت می پرسم برای خودم و برای شما و برای جمیع مسلمانان از هر گناه. فاستغفروه و توبوا الیه.
از الله یعنی آمرزش بپرسید و به او توبه بکنید. انه هو الغفور الرحیم. البته او توبه یعنی که توبه پذیر و یا که بگیم البته او آمرزنده و مهربان است. بعدا الخطبه الثانیه، در خطبه دوم شیخ حفظه الله تعالی چنین می‌فرماید: الحمد لله على فضله و احسانه. تمام حمد و ستایش مخصوص و لایق الله است بنابر بزرگی هایش و احسان و نکویی هایش نسبت بندگانش. و اشکره على توفیقه و امتنانه. و او را شکر و سپاسگزاری میکنم بنابر توفیق بخشیدن و منت کردنش. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له تعظیما لشانه. و شهادت میدهم که جز الله یگان معبودی بر حق نیست، تنهاست، یگان شریک ندارد. تعظیما لشانه، به خاطر شأن او بزرگ بودنش. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله الداعی الى رضوانه. و شهادت میدهم که محمد بنده و رسول اوست، داعی است به رضوان الله، به جنت الله. صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و اخوانه و اعوانه و سلم تسلیما کثیرا. الله درود بفرستد به او و بر خاندان او و به اصحاب او و به برادران او و یاردمچی های او و سلام بفرستد، سلامی بر زیاده را. اما بعد، ایها الناس اتقوا الله تعالی واعلموا انما لا يقبل سنة او نافلة حتى تؤدى الفريضة. ای مردم، از الله تعالی تقوا بکنید و باید شما بدانید که یگان سنت را یا که یگان نافله را قبول کردن نمی شود تا فرض را ادا کردن نشود. فحرصوا على اداء الفرائض اولا شما به ادا کردن فرضها شتاب کنید، کوشش کنید، تلاش کنید. لأن الفرائض احب الى الله من النوافل. زیرا از کارهای نفل، از کارهای سنت در پیشگاه الله از همه محبوبتر این عملهای فرضیه می باشند. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي. الله عز وجل در حدیث قدسی چنین می فرماید: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. یعنی بنده من به یگان چیز به من نزدیک شده نمیتواند، به یگان چیز که او همون چیز به من محبوب تر باشد نزدیک شده نمیتواند مگر با همون چیزی که من بر او فرض گردانیدم. یعنی یگانه چیزی که من او را دوست می‌دارم که به طفیل او به من نزدیک می‌شود بنده ام، این چیزهای فرض کردی من میباشد. ولا یزال عبدی یتقرب الی. و بنده من به من نزدیک شدن میگیرد به سبب انجام دادن این نفل ها حتی احب، تا اون اندازه که من وی را دوست می‌دارم. یعنی ببینید بارک الله فیکم، اول باید که فرض ها را یعنی که انجام داده شود، بعد از آن یعنی چه نفل ها را. فالنوافل مکملة للفرائض. عمل های نافله، نفل یعنی زیادتی، اینها تکمیل کننده فرض ها می باشند. اما ان تقام النوافل و تسهل فی الفرائض فهذا امر معکوس. اما یعنی عمل های نفل را بجا آوردن و نسبت فرض ها سهلان کاری به اهمیتی کردن، این یک کاری عکس می باشد، یعنی که برعکس انسان از الله دور میشه. طوری که بارک الله فیکم بسیار مسلمان ها چیکار میکنن، یعنی بسیار نیکو هستن مسلمان هایی که برای مثال گیریم، مثال نماز فرضیه رو نمیخواند، تا وقت نماز نمیخواند، ببینید یک سال به یک مرتبه نماز عید میرد. برای مثال این کار نادرسته. بارک الله فیکم. الواجب على المسلم أن يحافظ على الفرائض أولا وقبل كل شيء، ثم يأتي بالنوافل بعدها لتكون مكملة لها وزيادة خير للمسلم.
و مسلمان واجب است که باید که نسبت فرض ها اولا چیکار کند؟ محافظت کند و قبل از کل شی پیش از همه باید که نسبت فرض ها یعنی فرض ها رو رعایت کند، بعد از اون نفل ها را انجام دهد تا اینکه این نفل ها تکمیل کننده شوند یا که پر کننده فرض ها شوند و خیری زیاد شود به فایده مسلمان. بعدا در آخر شیخ می فرماید که اتقوا الله عباد الله، ای بندگان الله از الله تقوا بکنید، و علموا ان خیر الحدیث کتاب الله، و بدانید که بهترین سخن کتاب الله است، و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم، بهترین راه نشان داد محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم است، و شر الامور محدثاتها، بدترین کارهای نوآوری است، و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت ضلالت است، و علیکم بالجماعه، به خود جماعت را لازم گیرید، یعنی از جماعه اهل سنت و جماعت دور نشوید، جدا نشوید. فإن ید الله علی الجماعه، البته دست الله بر جماعت است. و من شذ فی النار، کسی که از جماعت جدا شود در دوزخ می افتد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، البته الله و فرشتگان او به پیغمبر صلوات میفرستند. ای کسانی که ایمان آورده شما نیز به او صلوات بفرستید و سلامی بر زیاده بفرستید. اللهم صل و سلم علی عبدك و رسولك نبینا محمد، ای الله بر بنده خود و بر رسول خود پیغمبر امام محمد صلی الله علیه و آله و سلم درود و سلام بفرست. ورد اللهم عن خلفائه الراشدین، از خلیفه های راشدینش راضی بشو، الائمه المهدیین، امام های هدایت یافته، ابی بکر و عمر و عثمان و علی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، و عن الصحابه اجمعین، و از جمیع صحابگان راضی بشو، و عن التابعین و من تبعهم باحسان الى یوم الدین، و از تابعین و از تمام کسانی که تا روز قیامت پیرو از ایشان میکنن به طریق نکو و طریق خوب. اللهم اعز الاسلام والمسلمین، ای الله اسلام را و مسلمانان را عزیز و سربلند و نیرومند قرار بده، و اذل الشرک والمشرکین، و شرک و مشرک ها را خار و ذلیل و مغلوب قرار بده، و دمر اعداء الدین، و نیست و نابود گردان دشمنان دین را، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا و سائر بلاد المسلمین عامه یا رب العالمین. ای پروردگار جهانیان این کشور را کشوری امن قرار بده و دیگر کشوری مسلمان ها را عموما. اللهم احفظ علينا امننا و ایماننا، ای الله یعنی به ما، به فایده ما، امنیت ما را برقرار گردان، حفظ گردان، و ایمان ما را و استقرار جایی که ما قرار گرفتیم فی اوطاننا، در کشور خود ما، در وطن خود ما، و اصلح ولات امورنا، و راهبرای کارهای ما را، یعنی که راهبرهای ما را چه به صلاحیت یعنی که قرار بده. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ما را به سبب کردار بیخردانی از ما را عذاب و عقاب مکن. وقنا شر الفتن ما ظهر منها و ما بطن، ما را از شر فتنه هایی که از اونها آشکار است و از اونها پوشیده است خود نگهدار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ای الله به ما حق را همچون حق نشان بده و پیروی از آن کردن را نصیب و روزی بگردان. و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، و باطل را برای ما همچون باطل نشان بده و برای ما از این باطل اجتناب ورزیدن را رزق و یا که روزی بگردان. و حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا، ای الله ایمان را
یعنی برای ما محبوب بگردان و آن را در قلبهای ما زینت و آراسته بکن و کره الینا الکفر والفسوق والعصیان و به ما کفر را و فاسقی را و معصیت را ناخوش بگردان واجعلنا من الراشدین و ما را از جمله راهیابندگان قرار بده. اللهم اصلح ولات امورنا، ای الله یعنی که درست بگردان، یعنی صالح بگردان راهبرهای ما را. اللهم وفقهم لما فيه خیرهم و خیر الاسلام والمسلمین، ایشان را توفیق بده، یاردم بده به انجام دادن اون کاری که در اون کار خیر برای خودشان است، برای اسلام و برای مسلمانان است. اللهم احفظ بهم امننا، ای الله به وسیله ایشان یعنی امر ما را، امنیت ما را، آسودگی ما را محافظت بکن. واجمع بهم کلمتنا، یعنی سخنهای ما را به اونها، یعنی بران ما یک دسته بگردان، ما را متحد بگردان. و الف بهم جماعتنا یا حی یا قیوم، و جماعت ما را یعنی که پیوسته بگردان، ای زنده و ای پاینده، یا سمیع الدعا، ای شنونده دعاها. اللهم احفظ بلاد المسلمین عامة یا رب العالمین، ای الله کشور مسلمان ها را عموما خود یعنی محافظت بکن، ای پروردگار جهانیان. اللهم فرج للمسلمین مما هم فيه من كرب وضيق على يد الاعداء والكافرين والمنافقين، یعنی برای مسلمان ها ای الله آسان بگردان، یعنی مسلمان ها را رها کن از اون چیزی که در همون چیز یا که به همون چیز گرفتار هستند، از غم و یعنی که تنگی و تضییقی که از دست دشمن ها و از دست یعنی کافر ها منافق ها میبینند. اللهم فرج للمسلمین بفرج عاجل، ای الله برای مسلمان ها یعنی که کشایش تیز را نصیب دار بگردان. اللهم فرج للمسلمین بالنصر، ای الله برای مسلمان ها با نصرت و پیروزی چه یعنی که کشایش بده. اللهم فرج للمسلمین من كل شدة و من كل کرب یا سمیع الدعاء یا فراج الكربات یا مجیب الدعوات یا مقیث اللهفات یا حی یا قیوم یا سمیع الدعاء یا ذا الجلال والاکرام. ای الله برای مسلمان ها یعنی کشایش بده از تمام سختی ها و از تمام غم و اندوه، ای شنونده دعاها، ای کشایش دهنده از تمام غم ها، ای اجابت کننده دعوت ها، ای به فریاد یعنی که فریاد کنندگان می رسیدگی ذات، ای زنده و ای پاینده، ای شنونده دعاها، ای صاحب جلال و صاحب اکرام. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، ای پروردگار ما از ما قبول بکن، البته تو شنونده و دانا هستی. عباد الله، ای بندگان الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. البته الله به عدالت کردن و به احسان کردن و به یعنی به خویشاوندان عطا کردن امر می‌فرماید و منع می‌کند از کارهای فحش، از کارهای ناجویه، از ظلم و ستم کردن. شما را پند و نصیحت می‌دهد تا شما پند بگیرد. گفته و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، وقتی که شما یعنی که عهد میکنید به عهد الله وفا بکنید. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، بعد از که یعنی که قسم ها را یا که عهد و پیمان را استوار کردید عهد شکنی نکنید. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، واقعا شما الله را بالای خود کفیل قرار دادید. ان الله یعلم ما تفعلون، البته آن کارهایی را که شما میکنید الله میداند. فاذکروا الله یذکرکم، الله را ذکر کنید، الله شما را ذکر میکند. واشکروه علی نعمه یزیدکم، و بنابر نعمتهایش و شکر و سپاسگزاری کنید، نعمتتان را افزون میکند، زیاد میکند. ولذکر الله اکبر، البته ذکر الله بزرگتر است. والله یعلم ما تصنعون، الله این کارهای را که شما میکنید میداند.
وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.